مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با جلال اکرامی. جواب عینی به مکتوب اکرامی. 6 ماه 3 سال 40 سمرقند. رفیق جلال اکرامی، مکتوب 27 فوریه نوشته تان را 9 مارس گرفتم. مکتوب در 2 پونکت 2 روز مانده است. یکم، مقاله آبیاری را عیناً گذراندید. فقط در سرلوحه به جای آبیاری در آسیای میانه نویسید. هم موافق ایضاح که در نسخه 1 مارس تاجیکستان سرخ از طرف ردکسیا داده شده است تصحیح نمایید. دویم، مقاله 2 حشر را که در گزیت ساختمان استالینی چاپ شده است از گزیت مذکور بریده با این مکتوب فرستادم. این مقاله را موافق اصلاحی که در حاشیه مقاله با حرف عربی کردم درست کنید. هم در آخرش پارچه را که عربی نوشته در مغز آن مقاله ماندم علاوه کنید. مقاله دیگری هم با سرلوحه 2 حشر در گزیت ساختمان استالینی در کار کانال فرغانه شمالی نوشتم. وای در همین روزها باید چاپ شود. آن مقاله را درآوردن در کار نیست، چون که وای کوتاه کرده شده مقاله آبیاری است. در آخر مقاله 2 حشر دوامی چند مصرع شعر بود که با اندک اصلاح به این مقاله همراه کردم. برای چیزهای فرموده من شما خیلی تشویش کشیدید. عذر می خواهم. مادام که اینقدر تشویش کشیدید باز یک تشویش کشید. با اپراودیلی ساونرکام رفته دویرنستی را که من به شما دادم نشان دهید و وعده های گارتارگ را هم حکایه کنید و در آخر رد کردنش را گفته از وی خواهش کنید که برای به دست در آوردن آن چیزها شما را به گارتارگ یا مؤسسه دیگری حواله کنند. اگر با این کار هم نشود بعد از آن پول را به نام من پیرواد کنید. به تقدیری که آن چیزها به دست درآید و پول کمی کند از تاجگیز از بالای حسابی دخترخانه میرزایف من این اثر را در یک جا به 300 سون تحریر کرده دادم. پول گیرید. اگر این هم نرسد از تاجگیز از بالای حساب آخرین یتیم پول گیرید. سلامتی خودتان و عائلتان را خواهانم. با سلام رفیقانه عینی. به رفیق جلال اکرامی، التماس آنکه در مخمس کمال خوجندی در اولی بند آخرین به جای مصرع عینی شده در مدرسه عشق سبقخان مصرع زیرین را نوشته شود. عینی شده در انجمن عشق غزلخان و در مخمس حافظ در اولی بند 3 به جای به آن لعل شیرین به آن خالی مشکین نوشته شود. با سلام عینی صدرالدین.
خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با بازه تاجیکی اکادمی علم‌های SSSR 11 ماه 3 سال 40 سمرقند. با بازه تاجیکی اکادمی علم‌های SSSR من باید استنافک خود را به بازه تقدیم کنم. اگر بازه این استنافک را قبول کند، من کار را دوام کنانم. اگر قبول نکند، از این کار استعفا کنم. از دیدن نتیجه کاری اولین ما که در بازه ناراضگی روی داده است، سبب همه این در میانه نبودن استنافک معین است. یکم، من به کار فرمودن ترمین های بین الخلقی و سویتی و طرز نوشتن آنها چیزی که بازه طلب میکند قبول میکنم و در این باره هر تکلیفی که به من رفیق کلپکاف کند، من آن تکلیف را مثل تکلیف بازه حساب می نمایم. دویم، در کار فرمودن کلمه های تاجیکی، در کار فرمودن کلمه های عربی و ازبکی که در تاجیکی قبول شده است، در جمله بندی تاجیکی باید اختیار در دست من باشد. اگر درباره قبول کردن کلمه های جداگانه و طرز نوشتن کلمه های جداگانه تاجیکی و عربی از طرف بازه یا از طرف کارکنان جداگانه او به من تکلیف شود، من مجبور نیستم که آن تکلیف را قبول کنم، زیرا مادام که من محرر باشم باید با فکر خود تحریر کنم. اگر تحریر من در اساس دیکتاف که رفیقان جداگانه رود، این تحریر یک کاری بی‌معنی و بی‌فایده می شود. این موافق مسئله تاجیکی حافظ منم و برادرم می خواند می شود. هرچند بعد از معین کردن استنافک خودم در بالای کلمه های جداگانه گپ زدن لازم نباشد، هم بر بالای کلمه های مبارزه و مانند آن ایستاده گذاشتن می خواهم. چون که از روی شنیدم کارکنان علمی بازه در بالای همین کلمه ها بسیارتر ایستاده در این باره تکلیف قطعی زبانی کرده فرستادند. مبارزه، مبالغه، مسابقه، مؤسسه و مانند اینها کلمه هایی هستند که در زبان زنده خلق نبودند. اینها با طلب احتیاج های زمانی به زبان ادبی، علمی و پلیتیکی در آمدند. در کار فرمودن این گونه کلمه ها در میانه کارکنان علمی و ادبی دو جریان است. یکی آنکه مبارزه می نویسیم می گویند که می نویسند. جریان دیگر این است که مبارزه می نویسیم می گویند و می نویسند. شکل اول را چند کارکنان علمی بعضی تاجیک قبول کردند، اما علما غلط است. شکل دوم را تمام ادبیات شرق، از این جمله ادبیات ازبکی و گزیته‌های ازبکی که در تاجیکستان نشر می شوند قبول کردند و در عین زمان این شکل راست است و علمی است.
من طرف جریان دوم هستم که با قلم خود خطا نوشتن را و در نوشته های خطا به صفت مسئول امضا کردن را نمی خواهم. کارکنان علمی بعضی که از طرفدار جریان اولند به سخن خود قرار نرکومپراس را اساس می گیرند. به فهم من آنگونه قرارها درباره مسئله های هنوز حل نشده و در مباحثه ایستاده اساس نمی شود. دیر نشده است که درباره پرتافتن را که یک قرار برآمد اما خود به خود از میان رفت. خلاصتاً تکرار می کنم. درباره شکل کلمه های تاجیکی و شکل کلمه های عربی و ازبکی که در زبان تاجیکی قبول شده است و درباره جمله بندی تاجیکی باید اختیار در دست من باشد وگرنه من این کار را کردن نمی توانم. زودتر جوابی رسمی می پرسم. با سلام و احترام، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما